ساکنان سربلند و مهنت‌دوست ناحیه وخش جشن بین‌المللی نوروز را با آمادگی همه‌جانبه، افتتاح انشاءات گوناگون اجتماعی و خدمت‌رسانی، آغاز کشت و کار بهاری و چاره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی، فراغتی و ورزشی استقبال نمودند. در دایره اقدام‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان جهت بهسازی شرایط انفراساختار محل و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی به اهالی در مرکز ناحیه وخش با تشبث صاحبکاران محلی مرکز سودا و خدمت‌رسانی زرینه مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات مذکور با نظرداشت طلبات محل بنیاد گردیده از مغازه‌های علاهیده فروش مال‌های نیاز مردم، خوراکواری، تجهیزات برقی استانداردی عبارت بوده در آن شرایط خوب خدمت‌رسانی فراهم آورده شده است. ما جوانان دوران استقلال شکرانه از استقلالیت، شکرانه از نعمت‌های امروزه تاجیکستان عزیزمان می‌کنیم. از تحت سپارش‌ها و غمخواری‌های به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان از دستگیری ایشان برای صاحبکاران ما تصمیم گرفتیم که بخشیده به جشن نوروز بین‌المللی امروز در ناحیه وخش یک بینای دو آشیانه را ساخته و استفاده دهیم. در مرکز خدمت‌رسانی ما 4 نفر با جای کاری دائمی تامین گشته ایستادند. با جانبداری از سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان و اجرای عملی دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سمت فراهمسازی شرایط‌های مناسب و سازگار خدمت‌رسانی طبی به اهالی در روزهای تجلیل جشن بین‌المللی نوروز در مرکز ناحیه وخش با تشبث صاحبکاران محلی، عائله جلیلوها یک مؤسسه ساحه تندرستی، مرکز تشخیصی و طبابتی جسم سالم مورد بهره برداری قرار داده شد. بنای تازه افتتاح مرکز تشخیصی و طبابتی جسم سالم در ناحیه وخش از 3 آشیانه و 24 کت خواب عبارت بوده و در آن معاینه و مشورت بیماران، معین کردن تشخیص و تعیین نمودن طبابت بیماری‌های عضوهای هاضمه، رسانیدن کمک اولیه طبی، معالجه و طبابت بیماری‌های جراحی در شرایط درمانگاهی و دیگر نمود خدمت‌رسانی‌های طبی فراهم می باشد. در دایره دستگیری‌های پیوسته حکومت دولت که سیاست اجتماعی را پیشه کرده است، بهر بلند برداشتن صفت و سطح خدمت‌رسانی طبی به اهالی ناحیه در مرکز ناحیه‌مان یک مرکز تشخیصی طبابتی با نام جسم سالم افتتاح کردیم. در مرکز خدمت‌رسانی‌های تشخیصی درمانگاهی در آشیانه یکم عبارت از 6 حجره و دستگاه‌های تشخیص کننده پیشرفته و زمانوی از دولت‌های خارجه آورده شده است، بهره خدمت‌رسانی جابجا گذاشته شده است. ضمن افتتاح مرکز تشخیصی طبابتی جسم سالم، تشبثکاران اطلاع دادند که با نظرداشت شرایط‌های لازمه موجوده در این مؤسسه تندرستی با وارد نمودن دستگاه و تجهیزات معاصر و جلب باز یک نفر متخصصان ورزیده، خدمت‌رسانی‌های دندانپزشکی و تشخیص رنگینی را نیز به راه مانده در بهداشت ساحه و تامین خدمت‌رسانی‌های با صفت طبی به ساکنان سهم ارزنده خود را گذارند. البته بسیار خوب شد که ساکنان ناحیه وخش و ناحیه‌های دوردست و شهرهای دوردست البته نرفته در همین جا سالمی خودشان را نگاه می‌دارند. جشن نوروز که از آمدن فصل زیبای بهار و آغاز موسم نو کشت و کار مژده می‌دهد، به این خاطر کشاورزان معرکه کشت پنبه‌دانه را در خواجگی تخم پروری کلا که از کلانترین خواجگی‌های پختکار در مقیاس ناحیه وخش و ولایت ختلان به حساب می‌رود آغاز بخشیدند. مسئولین اطلاع دادند که سال جاری در خواجگی تخم پروری کلا برابر کشت و پرورش دیگر زراعت‌ها در میدان 1000 گکتار کشت پنبه‌دانه گذرانیده می شود که از این 300 گکتارش را پخته نوع مینخ تشکیل می دهد. جهت سری وقت و با رعایت طلبات اگروتکنیکی کشتی این زراعت، انجام دادن این تدبیر ثمره بخش، زمین‌های کشت شونده آماده کرده شده، تخمی و تکنیک‌های لازمه ساحه تامین کرده شده است. قابل ذکر است که کشاورزان خواجگی مذکور برابر تامین احتیاجات خود همزمان دیگر خواجگی‌های اطراف را نیز با تخمی به اقلیم منطقه مطابق کرده شده سرحاصل تامین می‌نمایند.
با اجرای همین گونه عملهای مربوط به جشن نوروز، خرد و بزرگ با شادی و نشاط و شکرگزاری از فضای اداره مملکت در ورزشگاه مرکزی ناحیه جمع آمده این جشن با شکوه اجدادی را در سطح بلند تجلیل نمودند. ساکنان و فعالان ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق، کارمندان تشکیلات و مؤسسه و نورسان و جوانان و پیران روزگار دیده بهر تبریکات یکدیگر به هم آمده خوانی زیبای نوروزی گستردند. آنها در دسترخوان دانه با رعایت تمام عنعنه و رسوم‌های مردمی با طعام و هنرهای خلقی را به نمایش گذاشته بار دیگر ثابت ساختند که ساکنان ناحیه دست به کار و مهنت دوست هستند. همه انواع گذاشته شده همچون رمز نوروز و بهار، ترانه زندگی و احیای طبیعت بوده زیب دهنده میدان جشنی بود. طعام‌های ملی بهاری، هفت سین و هفت شین، محصول دسترنج مرد دهقان و انواع دیگر غذایی به معرض گذاشته شده شهادت از آن می‌دهد که امروز در هر گوشه دیارمان فراوانی و ارزانی است. در برآمد تبریکاتی خود رهبریت ناحیه و نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان ذکر نمودند که گذشتگانمان هنوز از زمان شاه جمشید بزرگ و خردمند این جشن را همچون رمز پیوند ناگسستنی میان طبیعت و انسان، ایام پاکی و صفا، محبت و دوستی، احسان و سخا و بخشایش و صمیمیت با شکوه و جلال خاصه تجلیل می‌کردند که آن موافق علم ستاره شناسی و نخست روز آفرینش و بهار، رویدن سبزه و جان گرفتن رودها، شکفتن گلها و زنده شدن امید و آرزو در قلب انسانها و مهمتر از همه به لحظه های برابر شدن شب و روز راست می آید. یعنی نوروز آغاز سال نو و ابتدای تقویم نو بوده، جشن برابری شب و روز در برگیرنده فلسفه برابری انسانها در روی زمین به شمار می رود. در ادامه چاره‌بینی اهل هنر و فرهنگ و برنامه مکمل تئاتر کنونیده خود به میدان برآمدند. در این هنرنمایی نیز کودکان و نورسان و جوانان فعالانه اشتراک نموده به صحنه تراوت دیگر بخشیدند. باید گفت که ما از جمله آن مردمان خوشبختی هستیم که این سنت دیرینه را با معنی و محتوای عمیق و جوهر فلسفی و روح زندگی ساز آن به میراث گرفته ایم. از این تدبیر سطح بلند فرهنگی کل مردم خوشی و خرسندی کردند که آن مایه آغاز و انجام خوب سال نو ملی عنوان کرده می شود.